بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که هستیم مسجد جامع شاه عباسی یا مسجد شاه سابق هست و در داخل این مسجد دو تا مدرسه وجود داره، مدرسه زمستانه و مدرسه تابستانه. ذیل شرقش مدرسه زمستان هست، این که داخلش هستیم. اون طرف یه مسجد دیگه هست، مدرسه زمستان هست، اون طرف مدرسه تابستان هست. اینور زمستونا کمتر میشه به خاطر نور آفتاب، اونور تابستونا خنک‌تر میشده به خاطر اینکه سایه بیشتر میگرفته. اینجا مدرسه ناصری بهش میگن، چون زمان ناصری جای قاجار ترمیم شده کاشیکاریش بهش میگن ناصری. قدمتش هم بودن 420 سال هست و روی سنگاش پیداست، تاریخش پیداست. انتهای مدرسه هم یه محراب داره که خط زیبا نوشته شده، خط امامی نوشته شده، بودن مال 1430 از یعنی خود بودن مال 420 سال پیش و الان هم حدوداً در 15 سالی که اینجا شده توریست و گردشگری و گردشگر 20 تا طلبه داشته از حجراش استفاده میکنن، نقطه حجره داشته، حالا حجراش هم مشکاش. حالا سوال چیزی هست در مورد شیخ بهایی میتونین یه خورده صحبت؟ نقل قول های مختلفی هست که اصلا شیخ بهایی اینجا دخیل نبوده، چون کسی که اینجا رسم معمار اینجا علی اکبر بنای اصفهانی بوده که انجام داده اینجا و هیچ اسم از شیخ بهایی داخلش نیست که آقا شیخ بهایی کاری کرده یا نه، ولی که حالا بعضی میگن که آقا اصلا ساخت این بنا به پیشنهاد شیخ بهایی بوده و خودش هم کار می‌کنه ولی خب نمی‌خواست اسمش باشه ولی خب عملاً کار انجام میده، ولی رسما یا مکتوباً چیزی اسم شیخ بهایی توی مدرسه نیست، توی مسجد نیست. یعنی جایگاهی هم توی مسجد شاه برای شیخ بهایی نبوده قبلا؟ چه جایگاهی؟ مسجدی که توش زندگی کنه یا جایی؟ یه مدرسه اینجا داریم، یه مدرسه اینجا هست داخل خود مسجد، یک بشه مدرسه شیخ بهایی که دقیقاً کدومه که بیننده ها به من فیلم بگیرن؟ در بود که وارد مسجد میشین سمت راست رو انتها. بله. یه مدرسه شیخ الان درش پس از مدرسه شیخ بهایی ظاهرا اون کلاساشو برگزار می‌کنه. بله. این مسجد هم 4 تا ایوان داره، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مشخصه این مسجد که گنبدی که اینجا هست فاصله بین گنبد اول و دوم 12 متره. از نظر قطر هم جزء سوم یا چهارمین گنبد بزرگ دنیاست، یعنی قطرش زیاد هست و 4 تا گودسته هم داره. این گودسته بله. ورود گودسته هم داخل هم میشه. بله. نه تا کلی در مسجد هست. خیلی ممنون حاج آقا، زحمت کشیدین. ببخشید مزاحم وقتتون شدیم. خدا نگهدارتون.
بفهم. درسته شیخ بهایی ساختن اونو؟ واقعیتش یک کتیبه یا سندی نداره که به ضد سند شیخ بهایی هر مورد که بهتری شده مثل اینکه این زمان نمیده به احتمال زیاد میگن شیخ بهایی تزاش ممنون میشم خود توضیح بدید. سایه ازش حذف بشه و کلش نور خورشید بپوشونه، از اون زمان به بعد شما ظهر شرعی رو دارید. الان همه جشون نور خورشید پوشونده و دیگه سایه روش نیست جز یه قسمت و این قسمت وتر هست که دقیقاً قسمتیش روش این پایین سایه داره و زمانی که این سایه هم حذف بشه دیگه شما صدای اذان رو خواهید شنید. بعد دقیقاً ظهره. بله، در 365 روز سال این سنگ بزرگش ظهر شرعی اسم آدم داره. بله. عین خاصه ببینید، عین خاصه گل رو ببینید. اینا علامت ها لوگو ها یا کلا امضای سنگ شده که بر اساس این علامت ها درسته چون شاه عباس فوت شد رها کردن ساختو و این
لوگوها رو گذاشتن از خودشون. درست نیست. نه این علامت این ربطی به اون موضوع نداره، اون یه داستان دیگه است، ولی بابا اونم این موضوع نیست. اینا بر اساس سنگ تراشیه که میکنن کل خارج 33 کلم تشریف ببرید، همین موضوع هست که میان سنگ تراشا امضاشون رو روی این سنگ ها انجام میدن که آخر کار مقدار کار کردشون مشخص بشه و بعد در واقع از کارفرما دستمزدشون رو طلب کنن. ولی اون چیزی که شما دارید میگید داستانش برمیگرده به نامتعارفی یه حدث یا سرخواه که ما میگیم تقارن تزیینی نداره. برعکس شیخ لطف‌الله، برعکس شیخ لطف‌الله یا بنای دیگه که شما میگید تقارن تزیینی این داره و تو میگیدن با هم دیگه از لحاظ سیغل یا این پایینش این حالت اصغونه رو سنگ تراشی حجامی داره، یکی نداره. اینا دلیلش این نیست که شاه عباس در واقع فرصت نداشته یا میمیره. طراحی معمار بوده. معمارا در قدیم کسایی که مسجد میساختن اومدن یه تواضعی رو به خدا نشون میدادن و میگفتن خب ما داریم یه برنامه‌ای میسازیم، یه مکانی میسازیم که مال خداست. تواضعشون رو به این شکل نشون میدادن که بگن کامل‌ترین رو به این هستن فقط خداست و چون بشر ناقصه ساخته دست بشر هم ناقصه. یا اومده مراحل تکامل رو داره نشون میده. این سنگی بوده که اول کار به این شکل بوده و این واهنر دست منه که به این شکل در واقع وجود اومده. مسجد سلیمانیه کجاست؟ همونجا که وارد شدید سمت سنفس داشتن همونجا که وارد شدید عکس بگیرم ازتون. مدرسه سلیمانیه. مدرسه اینجا مدرسه تابستونشون بوده، اون سمتی که اتاق داشت قرینه همینجا میگم زمستون یا ناصریه. اینجا کاشیکاریش زرده بیشتر و در زمان قاجار کاشیکاریش عوض شده. این غرفه‌ای که داریم می‌بینیم ما میگیم رواق. این رواقات کلاس درسشون بوده، درختای بلندی داشته و اینجا درس می‌خوندن. درس فضای باز بوده. بله و شاید باورتون نشه کل صدر اینجا بوده، فیض اینجا بوده، شیخ بهایی اینجا بوده و اینجا تابستونه بوده، اون طرف زمستونه بوده و به خاطر اینکه یک کتیبه درس هر در ورودی بیرون از مسجدش توی قسمت داره که اشاره داره به شاه سلطان سلیمان به مدرسه سلیمانیه معروفه و این سنگ ساعتش هم ببینید که میزنه به این شکله. الان خودم 5 دقیقه 10 دقیقه تا اذان داریم. این طرفش میزنه یه ساعت هست. ببینید ظهر شهری رو بهمون نشون میده. میرید رو زمین رو در راستای جنوب غربی قرار شده. همه پاناشون می‌دیدن جانه دستور فرمانه. یکیش مال ناصرالدین شاه و یکیش مال فتحعلی شاه مبنی بر بخشش مالیات صنف قبازان و این علافان. علافان به چه معنی؟ که تو کار نونوایی و گندم و این داستانا. علافا کیان؟ کسایی که تو کار علوف و گندم بهشون میگن علاف. از علف میاد. خیلی ممنون. ببخشید خودتون معرفی میکنید؟ من هارونی هستم. داخل مسجد غرفه کتاب و محصولات فرهنگی دارم. کار خیلی قشنگی کردم. حالا اگه دوست داشتید برام تشریف بیارید محصولاتی که در مورد این بنا کار کردم که بین 2 پوسته گنبدم دارم بهتون نشون بدم. دوست داشتید میتونید برنامه‌هاشون هم داشته باشید. این اتاقا رو میبینید اون بالا تنها ضلعی که اتاق داره و یعنی در واقع طبقه دومی هست که اتاق‌هایی وجود داره. 5 تا این سمت، 5 تا تو قسمت شمالی مسجد. خب ضلع شرقی، ضلع غربی و ضلع شمالی رو اگر دقت کنید ببینید اتاق وجود نداره و فقط جهت ایجاد تقارن اومدن یه حالت رواق مانند ساختن. اینجا اینا در واقع استراحتگاه اون علمایی بوده که اینجا درس میخوندن، خوابگاه دانشجوها بوده درس و شاید این اتاق مثلا ملا صدرا اینجا بوده، فیض اینجا بوده و اینجا استراحتگاهشون. اما این اتاقا رو مثلا توی اون اپلیکیشن هم آوردن ولی میخوام اینجا این دریچه رو ببینید اون بالا، دیدینش؟ بله. توی گنبد. بله. دیدین؟
این تنها جاییه که اگر در واقع این گنبد از این ترین گنبد دو پوسته جهان، 2 تا گنبده، چون ما خطای دید داریم، گنبد روی رو از بیرون میبینیم، گنبد زیری رو از زیر میبینیم و وسطش خالیه. این دریچه تنها راهیه که معمار و مرمتگر اگر لازم باشه میتونه وارد 2 پوسته بشه و لایه هاشو مرمت کنه. من وسط 2 پوسته گنبد هم فیلمشو گرفتم و الانش بله بریم بود. 2 تا مناره تو سردر ورودی، ارتفاعش هست 42 متر. خب 2 تا مناره کنار گنبد خونه از ارتفاعش هست 48 متر. شما از اون راه رو اومدید دیگه؟ بله. میدون نقشه؟ نه من از اون سمت اومدم. خب از اون حالا سمت. از اون راه رو اون طرفی اومدید؟ بله. این طرفیه. میدون نقشه جهان کدوم طرفیه؟ میدون نقشه جهان. بیستید رو بروش. یه لحظه اجازه بدین. این سمته. ببینید سردر رو دقیقاً 2 مناره سردر رو ببینید دقیقاً میدون این سمتیه کجه. درست. پس این گوشه یه مسجد میشه شمال، خب که میشه سمت بازار قیصریه. اون گوشه مسجد میشه دقیقاً از رو حساب میدون دارم میگم میشه خود ورودی مسجد جامع عباسی یا مسجد امام. 45 درجه از اون گوشه که بچرخید به سمت جنوب غربی میشه قبله. یعنی در واقع معمار اومده شما رو چرخونده جوری که خودتون متوجه نشدید. و این که چرا این 2 تا 48 متره و اون 2 تا ببخشید اون 2 تای سردر 42 متره و این 2 تایی که کنار گنبد خونه است 48 متره، دلیلش خیلی جالبه. من براتون میگم این هم خود مناره هم پله داره، حدوداً 110 تا پله رو میتونید طی کنید، پله آمار پیش که میرن داخل مناره. و سکویی هم که میبینید جایی که سیغه مسجد داره و باید پاک و طاهر بودم. بلاگری این لوله ها رو میبینید اینجا، این لوله پولیکا اینا دور تا دور این مسجد پر از لوله است. خب شاید برای همه سوال باشه که این لوله ها واسه چیه. دور پیای اینجا یه گودالی هست زیر این سنگا اینجا بودن 1 متر و نیم این گوداره وجود داره. اینو قبلا لوله که نبوده، یه محوظه اینجا باز بوده به اندازه یه دونه زیفش. بله. نمه بارون و برفی که به مرور زمان دور پیا جمع می شده باعث می شده که به پی آسیب بزنه. معمار اومده ناکش ایجاد کرده. وقتی که هوا میاد بین این لوله ها و این قسمت ها توی این گودار رو رد و بدل میشه، اتوماتیک زیر اینجا رو خشک میکنه و اینا ناکشای مسجد. بله. این شبستان که بازدید نداره و داخلش فوق‌العاده قشنگه. من اینجا همین شکل میدم تو برنامه. اینجا مال اساتید بوده و حالا اساتید اینجا درس میخوندن و شاید عبادت میکردن. این شبستان دقیقاً قرینش اون سمت اون یه حالت منهای 60 داره، فضاش بزرگتره و بدون کاشیکاری که حالت زمستونه تابستونه داره و توی زمستونه خیلی هوای مطبوع داره، توی تابستونه گرم هوای خنکی داره. و حالا این سوالیه که برای خیلی هست که آقا مثلا توی این مسجد اینه که در نداره یا پنجره نیست یا فضای بسته وجود نداره، اینا سرما گرما چی کار میکردن که میتونیم اون شبستان اونجا. این حوضه اگر آب داشت چه شکلی بود؟ چه اتفاقی میافتاد؟ اگه آب داشت چه اتفاقی میافتاد؟ اینا براتون میگم. اما این الانی که کلا دغدغه مالیات و بحث این سبکی توی مملکتمون خیلی زیاده. 400 سال پیش شاه عباس میاد یه فرمانی رو میده و شاید اینجوری بگیم بهتره، شاید 400 سال پیش خیلی از تمدن‌ها، قاره‌ها، کشورها داستان ندود، ولی اینجا میگه که فرمان همایون شرف نفاذ آنکه چون توجه خاطر خطیر مرحمت. بعد میگه خط دوم
میگه که دراویش سلیمانی و سلمانی عبارتن از، اینا رو من مالیات میکنه که بهتاش رو در جامعه ترویج بده. میگه عبارتن از دلاکان، آینه داران، فسادان، ختنه‌کاران، جامه‌داران، کیسه مالان، آبگیران، خدمتکاران حمامات زنانه و مردانه، چرخکاران، سنگسایان و جماعت سلمانی در سنه 1021. سنه 1021 زمانی که اینجا شروع ساخت میشه. بله. ولی شاه عباس خودش بالا سر کار بوده تا سال 1038. سال 1038 که فوت میکنه، این رو میان مکتوب میکنن، حجاری میکنن روی سنگ و در هسته اصلی مرکز شهر نصب میکنن که پادشاهان بعدی هم بیان به این فرمان عمل کنن. حتی داخل این نوشته یک آیه از سوره بقره هست که میگه اگر کسی به وصیت دیگری عمل نکند به لعنت خدا گرفتار شود، و در واقع میگفتن که باید حتما به وصیت شاه عباس عمل کنن و این دستور حداقل 100 سال توی ایران عملی شده بوده و از این شغل و مالیات نمیگرفتن. اینجا که تشریف داریم، خب ما محصول زیاد داریم، من یکی که باید توضیح میدم. خیلی ممنون. قبل از هر چیز محصولی که میتونم بگم اولین متاورس یا واقعیت مجازی که برای یک اثر تاریخی در ایران توی ایران ساخته شده و بسیار جالب و تخصصی همین مسجده. شما سوار عقاب پرنده‌ای هستید در اصفهان که مسجد جامع عباسی رو شکار میکنید، بر روی بال پرنده حرکت میکنید و میایین داخل مسجد. من چند تا نکته اینجا نشونتون میدم خیلی سریع، چون که نیاز به این برنامه هست. اولا که این برنامه قابل تهیه کردن هست. حالا آخر کار بهتون میگم چجوری میتونید برنامه رو از من تهیه کنید و بدون اینکه حتی حضور توی برنامه داشته باشید از نوشته ها، کتیبه ها و توضیحات تاریخش استفاده کنید. میتونم به جرئت بگم تنها بنایی که در ایران قبل از اسم معمارش کلمه مهندس اومده اینجا. المهندس. ببینید خیلی مهمه، الان به هر کسی بگید مهندس یا دکتر اشتباه نکردید، ولی شاید اون زمان یه مهندس بیشتر تو دنیا توی اصفهان یا ایران نبوده و اینجا نوشته المهندسین و نادر علی اکبر اصفهانی. ایشون ابر معمار زمان صفوی هم که به عنوان نادر زمان ازشون یاد کردن و در واقع اسم معمار توی سردر اومده، اسم خزانه دار و مهندس ناظر اومده. اینجا نوشته سرکار محب علی بیک الله بیوتات سلطنتی که در واقع تمام این کار خیرشون رو شاه عباس میان نثار جد بزرگوارشون شاه طهماسب میکنن که اینجا شما طهماسبش رو میتونید ببینید. و یکی از بی‌نظیرترین قطعات یا قسمت‌های کاشیکاری شده در مساجد یا بناهایی که کاشیکاری داره دقیقاً تو سردر این مسجد قرار داره. طاووسی که توی یک قاب مشکی رنگ خیلی زیبایی قرار داره و نظاره‌گر ورود و خروج افراد این مکان مقدس هستند. اما اگه بخوایم از ویژگی‌های منحصر به فردش بگیم، باید بیایم توی پلان هواییمون و از اون نما چرخش 45 درجه این مسجد رو ببینیم که در راستای قبله قرار گرفته. و یه نکته من توی محیط اشاره کردم، گفتم که اگر که دو مناره سردر ورودی رو بخوایم ببینیم اینا ارتفاعشون 42 متره، بعد اون دو تایی که عقب‌تر قرار میگیرن اونا 48 متره. این دلیل 6 متره واسه چیه؟ دلیلش ساده است و شاید جالب باشه، اما میگن معما چون حل شود آسان شود. شاید اگه علانیا بودن میساختن و این معما وجود نداشت و اصلا یه چیزی بود که کسی بهش فکر نمی‌کنه. اما این اختلاف 6 متر باعث میشه شما اگر از وسط میدون به اون نگاه کنید متوجه اون ناهماهنگی و نامتقارنی نشید و مناره ها رو در یک راستا یک ردیف ببینید که در واقع این باعث میشه که به خاطر اون زاویه کور و اون خطای دیدی که برای ما انسان ها ایجاد میشه، ما مناره ها رو توی یک راستا ببینیم و اون انضباط و نظم معماری و هنر رو توی میدون دوچندان میکنه.
نکته بعدی که خیلی جالب هست و باید اینطوری میگیم که هر کشوری به یه چیزیش میباله. البته ما که تو کشورمون نمیدونیم به تخت جمشیدمون ببالیم، نمیدونیم به مسجدامون، کلیساهامون، کاخهامون، پلهامون، همه چیزمون واقعا برترینه. اما این مسجد عظیم‌ترین گنبد 2 پوسته جهان رو به خودش اختصاص داده. وسط این گنبد خالیه و من به واسطه این برنامه یه زمانی دوربین بردم وسط این 2 پوسته و از وسط این 2 پوسته گنبد میخوام محیط 2 پوسته رو نشونتون بدم. این گنبد رویی بود که دیدید، این گنبد زیریه که میبینید. اصلا اون 2 پوسته از نوع 2 پوسته متصله. این 2 پوسته گسسته است و نکته اینجایه که ما یه نمونه دیگه، البته نمونه زیاد داریم به این ارتفاع، این 11 بیش از 11 متر وسطش خالیه، ولی گنبد حرم امام رضا نزدیک به 9 متر فاصله خالی وجود داره. گنبدهایی که 2 پوسته می‌ساختن خب دلیل زیادی داشته که البته در قدیم تمام گنبدها یا اکثراً حالا 99% گنبدها 2 پوسته بودن، ولی 2 پوسته گسسته و پیوسته با هم دیگه کاملا متفاوتن. گنبد مسجد شیخ لطف الله فقط در مرکزیت گنبد بین نیم تا 1 متر فاصله خالی وجود داره، اما این گنبد بیش از 11 متر فاصله خالی وجود داره. داستان اینه که گنبد روی رو میکشن که عظمت از دور دست به چشم در آخرین قسمت پایین بیننده چند برابر به نظر برسه. گنبد روی رو میان مثل حالت، مثالش جالب نیست ولی خب حالت بیضوی شکل یا ماهواره شکل میان استخونه میسازن که عظمت از زیر چند برابر به نظر برسه. اینجا یه اتفاقی میفته. اتفاق اینه که شما اول زیری رو باید بسازی که بخوای بری روش بیسی که روی رو بسازی. خب این توی این نقطه فشار چون زیاد میشه تا میای روی رو بسازی که نیروی درون گریز و برون گریز خنثی بشن و به 0 برسه فشار، این گنبد میریخته. همه معمار رو هم کار کردش. برای همین معمار زیر بار ساخته اینجور گنبد نمیرفته. برای همین اون زمان علی اکبر اصفهانی میاد در واقع این ریسک رو میپذیره و عظیم‌ترین گنبد 2 پوسته جهان رو به این شکل میسازه. ببینید خیلی مهمه، خود گنبد وزنش حالا توی سری کتابا 4 برابر که 5 برابر دیواره هاست و این دیواره باربر و حمالی که شما در موردش میدونید توی علم معماری، اینا رو بهش میگن بزرگ باشه. تو بحث گنبد خشخاش کوچیک‌ها بهش میگن پرده و در واقع اومده از حالت بزرگتر به کوچیک‌تر و توی 3 حالت اومده این دیوار رو معماری ایجاد کرده. اما داستان اینه که خب خیلی جاهاش هم هست دیدنش جالبه. مثلا اگر ما توی صحبتمون قبل از اینکه بیایم اینجا توی کلیپ گفتیم که اگه حوض آب داشت چه اتفاقی میافتاد، خب دلیل زیاد داره ولی من زیباترین دلیلش رو انعکاس معماری توی آب میبینم و میبینم که معمارای ایرانی در قدیم بسیار بسیار دوست داشتن که تصویرشون توی آب بیفته. برای همین شما تو خونه قدیم یا حوض میبینید، توی مسجدها میبینید، توی کاخها میبینید و این معماری اصیل ایرانی هست که میاد با اسلامی تطبیق پیدا میکنه و میشه معماری اسلامی ایرانی. شما هیچ وقت توقع این زیبایی و این جلال یک بنای و یک مسجد رو توی کشورهای همسایه و عربی نمیتونید داشته باشید چون کاملا معماری ایرانیه. و حالا اون بحث مدفوع کردن هوا، نمیدونم حوض آب نشونه پاکیه و این داستان هم هستش. یه کار خیلی قشنگی که کرده اینه که شما الان دارید این رو میبینید که من با موس میچرخونم و توی کامپیوتر، ولی خب اگر که این نسخه رو گوشیتون داشته باشید با چرخش سرتون به صورت VR یا با انگشت دستتون میتونید حرکت کنید. این طبقه بالا سرتونه. اینم اتاق اساتیدی که در موردش صحبت کردیم، مولا صدرا، فیض، نوری داماد، شیخ بهایی، اینا اتاقایی بوده که تو درس که میخوندن خوابگاهشونه و خوابگاهی خونه افراد هست، اتاقایی که بازدید نداره، شما هیچ جای در بسته‌ای ندارید. و اما قسمت بعد شبستانی که سمت راست بود گفتم بازدید نداره و بسیار زیباست به خاطر اینکه کاشیش خیلی خوب مونده، اون رنگ و جلای کاشیاش خیلی خوب هست چون نور کمتری بهش برخورد کرده. و اینجا این دری که میبینید بعضی از نمیشه مطبخ، توی اینجا غذا میپختن، تبخ میکردن، حالا چایی چیزی میپختن، نظری میدادن. پشت مسجد توی میدون یه کوچه هست بهش میگن کوچه پشت مطبخ که دقیقاً مطبخی که میگن منظورشون اینجا
و اون نمازخونه ای که اون سمت و دقیقاً به صورت باور نکردنی ها، یعنی باید تست کنید اگر کولرش رو خاموش کنن و توی تابستون هم حالا اون بحث سیستم توی زمستون توی اون بحث سیستم گرمایشش رو بدون نیاز به این سیستم ها، این محیط به خاطر حالت سقف خیمه‌ای و اون حالت مناعش هست باعث میشه که دما رو معکوس تو خودش حفظ کنه و توی تابستون ها در هوای مطبوع و خنکی داشته باشه و توی زمستون هوای گرمی داشته باشه. این دقیقاً شبستانیه که الان سمت چپتونه و داخلش نماز برگزار میشه. اما از لحاظ خطاطی هم یه مثالی بزنیم و دیگه تمام. دوست داشتید میتونید مجموعه‌اش هم با خودتون ببرید. اولین چیزی که میخوام نشونتون بدم این قسمت ایوان شمالیه. این کاشیه آبی کف الحاقیه و در زمان قاجار به اینجا اضافه میشه. اصلش خشتی ساده بوده، یعنی اینجا شما هیچ کاشی آبی نداشتید. نکته بعدی اینه که تنها ایوانی که سوره داره. پس اون عربیایی که نتونستیم بخونیم و نوشته شده بود چی بود؟ اولا که خب توی این مجموعه شما تمام اینها رو من از اساتید ترجمه احادیث و منابعی که بوده ترجمه هاشو آوردم. مثلا توی ایوان جنوبی این بزرگترین حدیثیه که مال ابن مغازلی، یکی از علمای بزرگ مکتب سنی هستش که اشاره میکنه به ولایت امامت حضرت علی، اومدن دور تا دور اون قسمت نوشتن. اما تنها جایی که سوره هستش و میاد توی اون ایوونا سوره 10 یا انسان هست که دقیقاً شما اینجا دارید. برای همین اینجا قداستش میگن با بقیه قسمت ها فرق میکنه. یکی این موضوع این خیلی جالبه. علی که شما دارید اینجا میبینید توی این علی که شما توی تصویر میبینید اینجا کار دسته هنرمندان خطاط علیرضا عباسی، عبدالباقی تبریزی، محمد رضا امامی. تو خود علیا دعای ناد علی مظهر العجایب رو اومدن به خط کوفی نوشتن. یعنی سفیدایی که توی علیا چرخ خورده دعای ناد علی مظهر العجایب اینجا. بعد این توی این حالتای ستونی که رفته بالا 110 تا از اسمای خدا رو نوشتن. برای همین میگن قداست رو میگن با وضو بیاین، میگن کفشتون رو در بیارید که شما اینجا بتونید دقیقاً وارد این محیط بشید و این محیط ببینید. این مجموعه تخصصی مسجد هست، هیچ جای سوالی نذاشته، همه جا رو توضیحاتش رو گذاشتیم. قیمتش 50 تومانه. دوست داشتید میتونید رو گوشیتون استارتش کنید، ازش استفاده کنید. یه کد بهتون میدم و توی سایت میرید، مثل خیلی از سایتایی که آنلاینه و دقیقاً این درگاه برای شما باز میشه و شما میتونید استفاده کنید. یه موضوع دیگه هست برای کسایی که ایران رو دوست دارن بشناسن، صد بنای فاخر ایران رو اومدیم به صورت آنلاین درست کردیم. من باشم استفاده میکنم چون میخوام برم منار جنوب، چون میخوام برم کلیسا، چون میخوام برم پلا رو ببینم، اصفهان هستم. تک تک اینا رو که بزنید با صوت براتون توضیح میده که حتما مسجد جامع عتیق اصفهان رو برید ببینید. شاید باورتون نشه ولی 474 تا گنبد داره، 250 تا گنبداش با هم دیگه فرق میکنه. وسعتش 5000 متر بزرگتر از اینجاست و اگر بخوایم یک مسجد در ایران ببینیم که کل تاریخ اسلامی ایرانی توش خلاصه شده باشه، مسجد جامع عتیق اصفهان رو حتما از دست ندید. سوالی هم بود من در خدمتتون. ببخشید آقای هارونی، این تیکه از کاشیکاری درسته که به پدیده بین بنگ چیز میکنه؟ چی؟ اشاره میکنه اون انفجار اولیه زیاده. ببینید یه سری موضوعات هستش که خب حالا ما میگیم نه که نگیم یا ترسی نداریم از گفتنش، ولی سندیتی واسش نیست. یعنی من نمیتونم با ذکر سند به شما بگم این معادله بیگ بنگ و جهان هستی و ستارگان، ولی جایی که ایستاده جای خیلی مهمیه و اینجا رو از لحاظ معنوی نمیتونیم ازش راحت بگذریم. شما از اون در اومدید تو. بله. خب اونایی که قبل از ورودشون به این مکان، بعضی‌ها خب قبل از ورود به مسجد وضو میگیرن، بله. بعضی‌ها میان تو مسجد وضو میگیرن. اونی که وضو داشته از راست می اومده، اونی که وضو نداشته میرفته سمت وضوخونه، از اون سمت میرفته. خب اون راه روی اون طرفی تاریک تره، طولانی تره و نوشته و اسمای متبرکه‌ای نداره.
ولی این سمت هم راه رو کوتاه‌تره، هم نوشته با اسمای متحرکه داریم، هم نور پردازی و حس دعوتگرایی بیشتری داره. خب مهم این جایی که شما وقتی وارد این مسجد شدید، اگر ناپاک باشید، بخواید وضو بگیرید، بخواید در واقع برای مکان ارزش قائل بشید، میرید سمت تاریکی، از تاریکی وارد روشنایی میشید، میرید سمت وضوخونه و یک مسیری بدون نوشته و اسمای متبرکه رو طی می‌کنید. اما کسی که پاک میومده اینجا بهش میگن وضوخونه دوم. اینا خط کوفی بناییه. هنرمندان ایرانی میان خط کوفی رو تزیین میکنن، بهش میگن کوفی تزیینی یا کوفی بنایی. توی تصویر از اون بالا میخونم ولی شاید عزیزان ندونن من کدومو میگم، من اینجا زوم میکنم بدید. اینجا صلوات کبیره رو نوشتم توی راه رو، من قشنگ دقیقاً همین نقطه دقیقاً از اینجا شروع میکنیم زوم میکنیم. اینجا نوشته چی؟ اینجا نوشته اللهم صل علی محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد مصطفی. اینجا نوشته و صل علی امام علی المرتضی و صل علی خدیجه الکبری. به 14 معصوم صلوات میفرسته. این پایینم عسکری رو میتونید ببینید، آخر کار به امام حسین عسکری خط پیش میکنه و اینجا قداستش خیلی مهمه برای همین کسایی که از قبل وضو داشتن از راست می اومدن و ما میگیم روانشناسی نور و رنگ که از ورود افراد معنوی مثل ورود شیخ بهایی، مثل ورود شیخ لطف‌الله و افراد مثل مولا صدر، اینا وقتی ما تاثیرگذار بودن توی معماری و مسجدای اکثرا قبل از زمان صفوی یا حتی خارج از اصفهان، شما یک راز از یک مسیری میرید زیر گنبدش و میرید تو قسمتش، ولی اینجا سلسله مراتب داره. اینجا که بعد این سمت راست دوباره یه استوب و همینطور سلسله ها رو میرید. خیلی ممنون آقای هارمونی.
میکنه.